خداوند قادر در قرآن میگوید و با درستی که ما فرزند آدم را احترام کردیم، اما ما خود را بعضا احترام نمیکنیم و به سبب این که ما خود مفهوم احترام را خوب درک نکرده ایم، ما آن را نادیده میگیریم. آیا احترام کردن به خاطر نسب، مقام، وظیفه یا نمودی ظاهری است یا اینکه از این هم زیادتر؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند انسان را با یک چند راه‌های احترام نمود. این کائنات با همه بزرگی به آن گونه عمل می‌کند که به منفعت انسان است. آفتاب و ماهتاب، ابرها و باران و درختان و بحرها، طبیعت با همه فصلها و رنگهایش، همه هماهنگ برای منفعت ما عمل می‌کنند. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. خداوند انسان را با نعمت عقل با نصیب گرداند و به او چگونه استفاده آن را آموزاند. به انسان چگونه نوشتن، فرق کردن، اختراع و بنیاد کردن را آموخت. در برابر این حد و حدود او را معین کرد. خداوند با فرستادن پیامبران و کتاب‌های مقدس انسان را عزت داد و به او چگونه عبادت کردن را آموزاند. اخلاق ما را زیبا ساخت و موفقیت را به ما در آخرت رساند. ما هیچ عملی نکردیم برای ارزیدن به این مرتبه و همان گونه‌ای که به ملائک فرموده شد تا به آدم سجده کنند، حال آن که او هیچ سخن عملی و دستاوردی نداشت. ما باید از خود پرسیم که باید چه عملی کنیم برای قدر کردن این مرتبه و از چی دوری کنیم تا ناسپاسی نکنیم. تقوا اینجاست گفت پیامبر و با واسطه آن انسان قدر کرده می شود. با واسطه آن آداب و اخلاق ما نیک و عملهای ما درست می شود. و چیزی که انسانها را بیرون از دایره تقوا بزرگ و مشهور میکند حتما از طریق تقوا گرفته شده است. چگونه که پیامبر درود بر او گفت بهترین شما در دوران جاهلیت آنهایند که در دوران اسلام هم بهترینند اگر شما فهمیش داشته باشید. چه خیلی زیباست. همینطور نه؟ حساب و کتاب هر یک انسان در نزد خداوند از روی تقوای اوست که به هیچ کس جز خداوند عیان نیست. و به همین خاطر خداوند گفت که او از همه چی دانا و آگاه است. و پیامبر درود بر او گفت ای مردمان، به تحقیق که خداوند همه شعارهای دوران جاهلیت را از شما پاک کرد و این احترام به پدرانشان است. پس دو نوع انسان‌های هستند: انسان‌هایی که صالح، مؤمن و محترم در نزد خداوند و انسان‌هایی که ناپاک، بد و ناچیز در نزد خداوند. همه ما فرزند آدم هستیم و خداوند آدم را از خاک آفرید. بار مرد از نزد پیامبر خدا گذشت هنگامی که او با یارانش نشسته بود و پیامبر گفت درباره این مرد چی میگویید؟ آنها گفتند این مرد است با شرف در بین مردم، اگر کسی را خواستگاری کند حتما قبولش میکنند و اگر پیشنهاد کند پیشنهادش همیشه قبول است و اگر صحبت کند مردم او را گوش میکنند. پیامبر خاموش ایستادند و یک مرد دیگری گذشت. باز پیامبر پرسان شدند درباره این مرد چی میگویید؟ آنها گفتند ای پیامبر خدا این مرد کم بغل است، اگر کسی را خواستگاری کند ردش میکنند و اگر مصلحت دهد مصلحتش را به نظر نمیگیرند و اگر صحبت کند هیچ کس او را گوش نمی کند. پس پیامبر خدا گفت اما این مرد بهتر است از یک روی زمین انسانهای مثل آن مرد دیگر. این نهایت عالی است. وقتی پیامبر به ما آموزاند چگونه دیگران را قدردانی کردن و حرمت آنها را به جای آوردن به استثنای نمود آنها. زیرا شاید انسان‌ها در نزد خداوند کاملا قدردیگر داشته باشند. پس آنچنانی که خداوند انسان را قدر داد او ما را فرمود تا یکدیگر را قدر کنیم، نه اینکه یکدیگر را تحقیر کنیم و یا ضرر به یکدیگر رسانیم. پیامبر ما را از غیبت و آزار یکدیگر کاملا منع کرد. وقتی ما یکدیگر را نمیدانیم ما هر مرد و زن را از تقوایی که آنها نزد خداوند دارند باید قدر کنیم. زیرا دل مردم از ما نهان است، اما آن فرمایشی که باید انسانها را حرمت و عزت کنیم مثل روز روشن و شب تاریک عیان است. ای خداوند، چگونه که تو انسانها را با فرستادن پیامبرانت قدر کرده ای، تو این امت را با تحقیق با فرستادن محمد قدر کرده ای. پس ما را بار دیگر با همراه شدن با او در بلندترین طبقه بهشت قدردانی بکن.